is my very first YouTube video. Ow! And I can't believe I'm done this. خب من مهدیسم، 29 سالمه. الان که این ویدیو رو میگیرم استانبول زندگی میکنم و اصلا قصد نداشتم بیام یوتیوب. یه چیزی منو کشون و واقعا از دست من خارج. یه سری چیزا از دست ما خارج. اگه به عقب نگاه کنید یه سری اتفاقا اصلا دست ما نیست و منم خودم نمیدونم چی شد. anyways الان اینجام و دلیل اینجا بودنم هم الکی نیست یا مثلا قصدم درآمدزایی از یوتیوب یا مانیتایز نیست. نوریه طوریه که ترجیح میتونی باشم، اما دیگه واجب بود در کنار مشغله‌های زیاد کاریم بیام و یه سری تجربیات خیلی مهم زندگیمو با دوستام شیر. البته باید بگم تجربیات مهم نه، تجربیات با ارزش، خیلی با ارزش. و واقعا نمی‌فهمم اومد تنهایی از این تجربیات استفاده کنم و لذت ببرم. به درد خودم خیلی خورد و مطمئنم به درد خیلی هم میخوره و همینطور از تجربیات بقیه هم استفاده کنم. بالاخره بعد کلی کلنجار رفتن با خودم پارو ترسام به آردام گذاشتم و بالاخره اومدم جلو دوربین و چقدر کار سختیه، اصلا کار آسونی نیست. قبلا حتی یه بارم جلوی دوربین صحبت نکردم، حتی توی استوریام کوئسچن باکس هم نذاشتم چه برسه به این کار. و اینجاست که خیلیاتون میفهمید که من فقط به ظاهرم اهمیت نمیدم و برعکس ظاهرم یه ساید کاملا عرفانی و معنوی دارم. راستش خیلی هیجان دارم برای این مسیر، چون کلی حرف جمع شده توی سر و گلومه که باید زده شه. نمیخوام ویدیو اول خیلی طولانی و وقتگیر باشه و صرفا فقط یه پیشگفتاری یا مقدمه است که هم خودم خیلی کوتاه معرفی کنم و هم یه توضیح کوتاه راجع به دلیل اینجا بودنم بگم تا بعد که وارد جزئیات بشم. اینجا نمیخوام یه خودی نشون بدم یا جلب توجه کنم، اون کارو توی اینستاگرام هم میتونم. اینجا من فقط قصد کردن در ارتباط با بیداری، مایندفولنس و ریز رفتارهای همه، البته به صورت فان که خب حوصله‌مو سر نره. و میتونم به جرئت بگم که توی مسیر کاملا تاریک و دارک غرق شده بودم و از تو عمق تاریکی ها مسیر روشنایی رو پیدا کردم. دودی خلاصه دیگه منم به صدا در اومدم، دنیا بازی منم به صدا در آورد. فکرم دیگه اینجا کافی باشه ویدیو گرفتن، چون واقعا هم کنم شرمنگاه کوه کندم. فکر میکردم اولین ویدیوی یوتیوبم رو با یه تایم خاصی ریکورد کنم، مثلا برونزه باشم یا یه لوکیشن خاصی باشم، نمیدونم مثلا یه روز خیلی خاصی باشه، اما گفتم ولش کن بگه تمام شد بره. دلم میخواد بذارم سرم شونه نم دلگیر بارو تو کوه بلندی من موقع آماده شدن خیلی موزیک گوش میکنم و تمام موزیکایی که گوش میکنم و موزیکای عاشقانه که گوش میکنم و به خودم میگم. یعنی به نظر من این یه تمرین خیلی فوق‌العاده خوب واسه سلف لاوه، چون اکثرا ما خب سلف لاو درستی نداریم و من یه بار اینو تست کردم، به خودم یه موزیکی که داشتم توی راه به سر کارم گوش میکردم و موضوع رو عوض کردم، از تو فکر حالا اون آدمی که میخواستم اومدم بیرون، رفتم توی فکر خودم و
نتیجه عجیبی داشت. یعنی من انقدر حس عجیبی به خودم پیدا کردم که واقعا دلم واسه خودم تنگ شد. اینجوری شدم که وای اگه مثلا اتفاقی بیفته من چیکار کنم. حالا دیگه با دیتیل نمیگم و خیلی چیزای دارکتری از خودم دیدم و دلم خودم رو خیلی. من 1 ماهی که با دوستام بیرون نرفتم، فقط سر کار رو دنبال یه سری پلنای شخصی، حالا شخصی که دیگه نیست میگم اینجا، ولی همین سلف لاو و مدیتیشن و به خودم بیشتر سعی کردم برسم و یهو دیگه دلم خیلی موزیک میخواد و سعی دوستم با دوستام برم اینجا که موزیک گوش کنم و کلی بهم خوش بگذره. خیلی سفید شدم. خط جدایی کشیده دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه، سر به ستاره میزنم. من کلا آرایش الان نکردم. یه دونه رژ اینو ستاره آخ زدم به لبم، به دورشو یه خط لب قهوه‌ای کشیدم، بعد همونو مالیدم با انگوش به گونه هم، یه ذره‌شم مالیدم به پشت پلکم، توی چشمم هم سیاه کردم. ابروهام هم توی گفتم خیلی در اومده. یعنی خوبه دیده نمیشه باحاله. بچه واقعا من انقدر سفید نیستم. رسما این نوره اینجا منو کره شبه، ولی من اینجوری نیست. آی خوب شد؟ اوکی. من مثل همیشه هنوز نمیدونم که چی میخوام بپوشم. این انتخاب لحظه آخرمه. کلا همه کارم دقیقه 90. به چشم بکشم یا نه؟ بکنم یه کوچولو بکشم یه ریز. خب آخرین حرفا من بزنم و برم. من جدیداً بیشتر حس به دنیا اومدن دارم تا اون زمانی که واقعا از شکم مامانم بیرون اومدم. خنده‌دار به نظر میرسه، ولی من 3 سال پیش توی یکی از همون روزای سخت و دارک زندگیم شروع کردم یوگا کردن و مدیتیشن و بعد اون دوره متوجه تغییر شدم، اما خیلی هنوز نمیفهمیدم چی به چیه. هر روز 6 صبح 1 ساعت یوگا برام خیلی سخت، ولی خب تغییرات شروع شد. من به شخصه از یه جایی به بعد متوجه شدم که وقتی عصبانی و ناشکرم یه انرژی از طریق مختلف نشونایی بر من میفرسته، مثل کتاب روی میز خونه دوستم که اصلا کتابخون نیست و وقتی بازش میکردم خیلی تعجب میکردم چون جواب سوالای روز قبلمو میگرفت و سعی کردم بیشتر ساینا و از زمین و آسمون جواب سوالم میده. اگه بخوام آخر داستان و اولش بگم 2 کلمه بیشتر: مدیتیشن و سلف لاو. اما با درک این 2 کلمه تموم نمیشه. کاش با فهمیدن این 2 کلمه و درکش تموم میشد. ولی من در از اینجام تا تجربیات سخت و شیرین زندگیم که با مایندفولنس و مدیتیشن دگرگون شد و با شما چون به اشتراک گذاشتن این موضوع نه تنها به ما بلکه به کل دنیا کمک میکنه و چه بهتر که هر شخصی با هر سبک و استایل داره بیا جلو و این اطلاعات با ارزش شیر. 100% که من کامل نیستم و در این زمینم اطلاعات تکمیلی ندارم، اما خب چون درسایی که میگیرم و با دل و جون درک میکنم دارم با حداقل آدمو به اشتراک بذارم، شاید به درد یه تعداد کمی خورد و یه نقشی هم توی این دایره مفید و با ارزش داشته باشم، هرچند کوچیک. که حوصلتون سر نره و یکم حقیقت بگم که من سال پیش 27 سالم بود و عشق و حال زیادی رو توی اون دوران جوانی تجربه کردم، سفر، رفیق بازی و نقطه امن در کنار مامان. ولی از 27 سالگی به این ورنی از شروع آگاهی و بیداری با عشق زندگی کرده هیچی طوری خوشحالی رو تجربه کرده. 3 سال رو با هیچ سالی از گذشتم و با این 27 سالی که تو نقطه امن و عشق و حال بگم چون عنوان عوض نمی‌کنم. برای همین میگم که من انگار 3 ساله که به دنیا اومدم. تا قبل بیداری واقعیم کاملا یه انسان خواب بودم. 27 سال خواب معاشرت میکردم، خواب بیدار میشدم، خواب میخوابیدم. اگه یه سال مداوم مدیتیشن کرده باشید 100% متوجه حرفام میشید. شد در زمین چراغ دست شاید فکر کنید این 3 سال خیلی شیرین و راحت گذشت، اما نه، سخت‌تر از کل زندگیم گذشت. دیدیم بعضی‌ها تو انتخاب هندونه خیلی حرفه‌این، منم تو انتخاب آووکادو خیلی حرفه‌ایم. ولی همون تاریکی‌های مطلق منو برد به سمت بیداری و آگاهی. میدونم الان اگه دوستامو بیدار ببینم یعنی مهدیسه چی داره میگه. البته دوستای نزدیکم با این سایدم آشنا، ولی کسایی که کم میشناسن براشون جای تعجب داره.
ولی باید بگم هلو، میتونید با من واقعی آشنا بشید و خیلی بیشتر از قبل لذت ببرید. فکر میکنم برای اولین ویدیو مقدمه کافی باشه. حرفا زیاده و درونم دریای تجربه، پس ادامهشو میذارم برای ویدیوهای بعدی. بای.